کسایی که به همین زنا مبتلا هستند، کسایی که به عرق نوشی مبتلا هستند، کسایی که همین درآمدهاشون از راه حرام است، اینا باید که خودشون دیگه زحمت نتن. شریعت به نام پروردگار به یاد تماما یگان ذره به اینا احتیاج ندارد. در شریعت ما کچство در کار، کریچство در کار نیست. بله، ما در کچство در کار، ما در مسلمانی که همه گفتید همه چیزها ایستینی مسلمان باشه، مسلمانی که حقیقتا قرآن میگه ادخلوا فی السلم کافة، با پرگی در دین بدرو. این نه که برادر هم نماز هم زنا، ببینید هم نماز هم عرق فروشی، هم مثال زنا هم عرق نوشی، هم دیگر اخی تماما یک مسخره در دین است، یک مسخره در دین می شود. از همین خاطر بسیار با یک پهلوان ما در جمعهمون حکایه میکردیم از قزوین ایران، این را مثنوی حکایه میکنن. میگه وقتی که رفت میگه گوشتینگیر بوده است، پیش یک نکالکزن رفته سوزنزن گفت است که انا میخوام که در همین پشت من صورت یک شیر بزنی تا که مقصد اما آدمی که با من گوشتین میگیره حریفم. هیچ خیلی وقتی میبینن دستا پولی صورت پشتا صورت اکی هم یه حیبت داره که خب اما حیبت دما پیدا شد. خیلی سوزنزن اکو پول میگیره برای فرقش چی ہوتی. بعد میگه گفت مقصد با شکم بزن. گرفت سوزن او بعد زد که دوای این مرده که گوشتینگیر برآمد. گفت که از کجاش سر کردی؟ گفت از سرش سر کردم، ای کلای شیر. گفت که ترکش که گفت شیر به کلا میشه، ای دیگه جاش بگی. خیلی کنی با سوزن باز زد، ای دیگه از کجاش سر کردی؟ گفت ای دنبش، ای گفت شیر به دنبا میشه، ای دیگه جا بگی. خیلی هر گوری میزنه، ای پشتش شیر به پشت میشه، ای شکم شیر به شکم میشه. بعد میگه سوزنزن دید که نه مقصدی کمه. بعد میگه بر زمین زد سوزن آندم اوستا، گفت در عالم کسی را این فتاد، شیر بیگوش و سر و اشکم کی دید، این چونین شیر خدا کی آفرید. خب این مقصد ای یکمش خیلی شیرها نیست. بعد گفت چون نداری طاقتی سوزن زدن، از چونین شیری جیان پس دم مزن. وقتی طاقتی سوزن نداری ای شیر گپ نزد، یعنی طاقت دین نداری، طاقت اسلام نداری. مسلمی مقصد شمی ای ایتری نزن مثال جرجی که من مسلمانم. مسلمان کسی است که تمام فرموده خدا را تابع می شود. برای او برادر عزیز حرام ها حرام است، حلال ها حلال است. نداری طاقت همین را در کار نیست، برای زنا میکنی، برای مقصد چی بدبختی که میکنی کردن بگیر. جهنم خدا کلان پگه همه ما و شما پیش خدا میریم، پیش الله مهربان در راست میشیم. برای این بدبختی هامان ببین چهار میگه انسان روز قیامت قدمش از قبرش میگه یک قدم زدن نمیتوند تا 4 سوال جواب نگه. یکی از امونو چیه؟ یک من عمری فیما افنا، خدا میپرسش چند سال حیات دادم؟ 60 سال یا 70 سال یا 50 سال. فیما افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ این سوال ای برادر، از این قسم به بزرگی خدا این منظره میشود، این فرموده ای، این یکون انکدوت نیست. فیما افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ خب این را که میگوی که باید بگوی همه را کود در کجا صرف کردی، چه خیل کردی، همه اینا را پیش خدا میگوی. و بعد همین عیب نیست، خجالت نیست که بگوی پروردگار را خیلی مقصد من همین خیل زنا کردم، من عرق نوشیدم، من فلان کردم. این بسیار برای تو دیگر اونجا هیچ دستگیری برای تو دیگر نیست برادر عزیز. میگه حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام، پرسد از ما چرا چنین کردی، این گناه کردی و آن کردی. تو که عبدی من که معبودم، امر و نهی که بر تو فرمودم، تو چرا برخلاف آن کردی، نفع خود را چرا زیان کردی، حد خود را چرا ندانستی در محلی که می توانستی. بین همش میتونستی که دادم شرایط عقل بود همه بود، چرا نکردی؟ بعد حضرت مولوی آخر چی میگه؟
غیر شرمندگی چیروی جواب، وای آن دم بجان قطره آب. وقتی خدا که این خیل راستت کرد و این خیل پرسید و این خیل خطابت کرد، مولوی میگه وای به حالت که چی میشه به سری تو. برای این برادری از اندیشه کنیم، به خدا قسم این دنیا بی صاحب نیست. محترم خداوند گاوی بی شاخبر نآفریده. الله میگه و من خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، آفریدمت برای عبادتم، آفریدمت برای بندگیم، آفریدمت برای اطاعت کردنم، نه برای مثال هر چیزی که بخوای کردم بگیری. این خیلی ما برای تو رخصت نمیتم. خدا میگه